ببینید ما اینجا چند تا ماده رو آوردیم خدمتتون. ببینید مثلا اینجا یه ماده داریم DMT، اتانول، اسید، سودا و حالا نیتروژن. اگه خاطرتون باشه ما داخل قسمت قبلی چی داشتیم؟ یه دما داشتیم، یه هیتر داشتیم، یه فن داشتیم که اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اول استراکچری گفتیم، بعد اری با استراکچر رو گفتیم. اری با استراکچر به چه صورت بود؟ ببینید اونجا اومدیم یه اری تعریف کردیم و حالا اومدیم مثلا اینجا زیر مجموعاش اومدیم دما رو و فن و اینا رو چیندیم. خب اگه ما چند تا دیتا بلاک داشته باشیم که باید بریم همینجور داخل این دیتا بلاک ها و همین ساختار رو بچینیم. خب این کار شاید زمان بر باشه و خیلی درست هم نباشه. خب یه به اصطلاح ابزاری هست که اینجا دارید مشاهده میکنید به اسم چی؟ UDT، یعنی User Defined Data Type. خب ببینید مثلا میگم ما الان این چند تا رو داریم، میایم یه دونه UDT درست میکنیم و بعد میریم این UDT رو داخل اون دیتا بلاک هایی که خواستیم کال میکنیم. ببینید به این صورت ما الان میایم یه دونه UDT به این عنوان که اینجا دارید مشاهده میکنید میسازیم، بعد دیگه میریم داخل هر دیتا بلاکی که خواستیم اینو کالش میکنیم. ببینید مثلا ما اینجا یه اره حالا ستایی میسازیم، اینجا مثلا دستور یکمون میشه، اینجا دستور 2 و این هم دستور 3. حالا ما میریم این کار رو انجام میدیم و خدمتتون توضیح میدیم به چه صورت.